سلام دوستان، امروز با آموزش دریافت اکانت چت جی پی تی پرو در خدمت شما هستیم. در ابتدا وارد سایت oxam.com میشیم و ثبت نام میکنیم. من اسم خودم رو وارد میکنم. یک ایمیل موقت هم از سایت تمپ میل برمیدارم. ایمیل شخصی رو پیشنهاد نمیکنم و یه شماره تلفن 10 رقمی هم به صورت رندوم وارد میکنم. رمز عبور هم یک رمز عبور دلخواه وارد میکنم و روی رجیستر کلیک میکنم. بعد از اینکه وارد سایت شدیم روی گزینه Activate CGAI کلیک میکنیم و میبینیم که یه ایمیل و پسورد در اختیار ما میذاره که با اون وارد چت جی پی تی بشیم. روی آفیشیال وبسایت که بزنیم مستقیما وارد سایت چت جی پی تی میشیم و از اون بالا هم گزینه لاگین رو انتخاب میکنیم تا با اون ایمیل و پسورد وارد سایت بشیم. من ایمیل رو از داخل سایت کپی میکنم و داخل چت جی پی تی پیست میکنم. پسورد هم به همین شکل از داخل سایت اوکسام کپی میکنم و داخل سایت چت جی پی تی اون رو پیست میکنم و کانتینیو رو میزنم. خب حالا تو این مرحله از ما یه کد تایید هویتی میخواد که داخل سایت اوکسام یه لینکی هست. وارد لینک بشیم اون کد رو در اختیار ما میذاره و میتونیم از اون استفاده کنیم و داخل چت جی پی تی وارد کنیم. بعد از ورود به چت جی پی تی روی گزینه oxam.com کلیک میکنیم و میبینیم که چت جی پی تی پرو 4 فعال هستش و از تمامی امکانات میتونیم استفاده کنیم.